آقا شوخی دارم من تا برم براتون بالا، چون برق فقط بالا یو پی اس داریم. شما چک کردید بی زحمت اون کلی که دادم خدمتتون رو بدید به بچه‌ها. یه پسر تیشرت سفید تنشه میاد تحویل میگیره و بعد بیاد بالا. آره دیگه، مرسی. خوبه. خب ماشین به کی تحویل دادی شما؟ همون پسر عینکی دیگه اینجا واسطه بود. بهتون گفتم به کی تحویل بدین. گفت پیشم تیشرت سفیده. مگه بچه شما نیست؟ اینه، پس بچه ما اینه. خب سوار موتورش این دنبالش دیگه. موتور کی سوار شد؟ ماشین کجا رفت؟ همین ماشین تحویل دادی برد. بابا ایشون پیران سفید. خب اینها پیران سفیده ایشون. خب حالا اشکال نداره تو ترافیک یه موتور روشن کن بریم دیگه. آقا نه آقا باش ماشین رو تحویل بده برم. چشم. آقا شوخی دارم من.